اینجا بله ببینیم پایین من اونور جلوتر نمیام چون پرتگاه. اینم خود منم. درود خدا قوت. بسیار زیبا. یکی دو روز ناراحت بودم. به نظر من آدم موقعی که غم داره یا ناراحته باید انقدر بهش فکر بکنه تا یهو بتره که اون غمه یا اون ناراحتیه بتره که بزنه یه چیزی داغون کنه. این یعنی تخلیه اون ناراحتی، تخلیه اون فشار عصبی که بهت اومده. و این مرحله که بگذرونی شاید 2 روز به هم بریزی، ولی این لحظه که میشه میتره کنی، همه چی رو داغون میکنی، اون لحظه یعنی آزاد شدی، یعنی اون فشارش رو تحمل کردی و اون انرژی که اون غم برات آورده رو از خودت تخلیه کردی. خدا رو شکر الان سرشار از انرژی مثبتم. این لحظه رو با هیچ چی تقسیمش نکنم، با میلیاردها تومان جابجاش نمیکنم این لحظه رو. آرزوی سلامتی برای تک تکتون. لحظه های خوشتون رو بیشتر کنید، انرژی مثبت باشین، با هر بادی نلرزین.